الرحمن الرحیم. درس امروزی از ما است دوره فوتوسل. دوره فوتوسل یک دوره نوری است که وابسته به عملکرد نور می باشد. دوره فوتوسل خودش در جاهای مثلا چراغ‌های سرک، حولی و پارک‌ها استفاده می شود. دیگه از وقتی استفاده میکنیم لاین فاز مستقیما میاد در لاین سی فوتوسل. از لاین سرخ فوتوسل بیرون میکنیم، مستقیما میاریم در سر مصرف کننده. اگر کانتاکتور بسته کرده بودیم، کانتاکتور و موتور برقی سریع از اینا میاریم. دیگه لاین فازش هم، لاین نولش هم که هست، مستقیما میاریم در لاین آبی یا سفید فوتوسل. از این هم میگیریم، مستقیما میاریم در لاین در مصرف کننده و کانتاکتور و موتور برقی.